این پیکره بوزی کوهی است. چند وقت اینجا می ایستاد گرفتندش. مردم خیلی نخواستن که 2 سال پیش در محله عبدالله دولتов در ناحیه مؤمناباد با خرج 10,000 سومانی در همینجا تندیس بوزی سیبیری یک جانوری ساکن کوهستانی ноҳияро را گذاشتند. بعد از این به حکومت ناحیه عرض و شکایتی زیاد رفت. ماجرا سری کلمه بوز است چون جوانان اینجا خبرکش و دسیسه باز را بوز می نامند. وجود پیکری جانور در اینجا را ساکنان محله سبب مسخره شدنشان دانستند. همین جوانو ایش بهش گذاری بزرگ بود. همین شکایت میکردن. ایش سال نسبت چخل تنبیه میگن چخل همین خل میکردن. همین جوانو دا معقول نآمد. اول 2 شاخ بوز را شکستند اما گناهکاران را نیافتند. ساکنان دست داشتن جوانان محله به بدرفتاری با جانور را قطعاً رد میکنند. فرزند به تربیت نداشتیم که این کار کنه یا که این کار کنه. میره کسی که هیچ کنه. حکومت مؤمناباد مراجعت مردم را امسال قانع کرد و پیکره بوز را به انبار اداره کمونالی شهرک مؤمناباد برد. برخی این کار را بی‌فرهنگی می‌دانند و از گرفتن پیکره بوز تأسف می‌خورند. اما بوز نگون چی نداشت. سال یک چی رو نشان زیبایی هم طبیعت ما را نشان میداد. حکومت به دوستداران فرهنگ و طبیعت وعده داد پیکره بوز را درست می‌کند و در محل 40 دختران می‌گذارد، جایی که بوزهای کوهی سکونت دارند.